آنها هم غم زده هستند چون که بیماری در آنجا بسیار شد. وای خدایا اون جوانان زیبای ما را نگهبان باش، مشکلیاشان خدایا آسان کن، از این بیماری خدایا آنها هم نجات ده. خدا ساق و سلامت با سری بلند و وطن بازگشتنشان خدایا نصیب کن. خدایا واقعا شاید به سبب گناه ما این مشکلی رو بالای ما خودت آوردی. بار خدایا واقعا گناهکاریم، واقعا پیش تو شرمندیم، واقعا تو را نشناختیم، واقعا نعمتهای تو را نشناختیم، واقعا شکر تو را به جا نیاوردیم. سبحانک ما شکرناک انت شکرک. خدایا خودت فرمودی که در همه حالت ها من به فریاد بندم میرسم و